الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقال الإمام قدوري في باب الحيض: أقل الحيض 3 أيام ولياليها. خوش آمدید به درسی مختصری قدوری. علامه قدوری رحمه الله در زیر باب حیض مسائلی متعلق به حیض، استحاضه و خون نفاس بیان میکنه. اینها همه خونه هاییست که از وجود زنها بیرون میشه در حالاتی مختلف. خون حیض خونی را گفته میشه که با کیفیت خاص در روزهای مشخصی غالبا در هر ماه از وجود زنها بیرون میشه. و خون استحاضه خونی است که از وجود زنها بیرون میشه، اما خون رگ است، با خون استحاضه فرق داره و همچنان احکامشان هم فرق میکنه. از جمله فرقها میان خون حیض و استحاضه این است که خون حیض خون بسیار غلیظ و گاهی هم قطع قطع توته توته بیرون میشه، اما خون استحاضه خون باریک و رقیق است که از وجود زن مانند عام خونه ها بیرون میشه، جریان داره. و فرق دیگر است که خون حیض بسیار بدبو است، اما خون استحاضه مانند عام خونه هاست. و فرق دیگر در شکلشان، خون حیض بسیار زیاد سرخ که مایل به سیاهی و همچنان گاهی زرد و گاهی هم خاکستری بیرون میشه. و اما خون استحاضه خون شفاف است، مانند خونه های دیگری رنگش شفاف می باشه و احکامش همچنان احکام هر یک از این خونه ها فرق میکنه، در مقامش بیان میکنه. و اما خون نفاس خونی است که بعد از ولادت بیرون میشه، برابر است که اما ولادت کامل بیایه یا اینکه ناقص بیایه. می فرماید علامه قدوری: اقل الحیض 3 أيام ولياليها. کمترین مدت حیض 3 شبانه روز است. و این از حدیثی مأخوذ است که طبرانی در معجم اوسط روایت میکنه از رسول الله صلی الله علیه و سلم. گویا رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته باشند: اقل الحیض 3 و اکثره 10. کمترین مدت حیض 3 روز است و بالاترش 10 روز. این حدیث اکثر علما ضعیف میدانند، به خاطر در سندش به نام حماد بن منهال بصری شخصی آمده که شخص مجهول است، و همچنان شخصی دیگری به نام محمد بن احمد ابن انس که ضعیف می باشه. و شخص مجهول در حدیثی که بیایه و او حدیث اصلا قابل استدلال نیست. و علامه بیهقی رحمت الله علیه می فرماید: وقد روی فی اقل الحیض و اکثره احادیث ضعاف قد بینت ضعفها فی الخلافیات. در مدت اقل حیض و مدت بیشترش احادیثی آمده، لکن همشان ضعیف است
و این مسئله را میگه در و همچنان ضعف می احادیث در کتابی خلافیات و تفصیل بیان کرده. پس قول راجی همیست که اگرچه عده از اهل علم مدتی اقل شه، یعنی کمترین مدت شه، یک شبانه روز میگیره، قول شوافی و غیره، و بیشتر شه 15 روز میگیره. لکن راجی است که در این مسئله آنچه که بالای زنها میایه و اونها خودشان مشاهده میکنن و تمییز خونه ها را دارن، قول از اونها حجت است. برابر است که یک شبانه روز بیاید، یک ساعت بیاید، یا چند ساعتی بیاید، یا چند روز ادامه پیدا کنه، اگر امون نشانه های خون حیض بوده باشه حکم خون حیض داره. اگر نشانه های خون استحاضه آمد، باز خون استحاضه را حکمش داره. وما نقص عن ذلك فليس بحيض وهو استحاضة. و اگر کمتر از 3 روز یا 3 شبانه روز خون آمد، فلیس بحیض، میگه ای باز خون حیض نیست، و هو استحاضة، یعنی خونی استحاضه است، حکمی خونی استحاضه را دارد. و اکثر الحیض 10 ایام و لیالیها، و بالاترین مدت حیض 10 شبانه روز است، قسمی که حدیث خواندیم. و ما زاد علی ذلك فهو استحاضة، و از 10 شبانه روز اگر بیشتر خون آمد، باز او خون استحاضه از حکم خونی استحاضه را دارد. و ما تراه المرأة من الحمرة والصفرة والكدرة في ایام الحیض، و آنچه را که میبیند زنها من الحمرة از خونی سرخ، و الصفرة خونی مائل به زردی، و الکدرة و همچنان خونی که مائل به خاکستری داره، یعنی رنگ خاکستری مائل به سیاهی داره، فی ایام الحیض در روزهای حیض، فهو حیض، این همه خونه ها در حکم حیض است. حتی ترى البیاض الخالص، تا با وقتی که زن همو سفیدی خالصه نبینه. یعنی بعد از انقطاع حیض بعضی از زنها از وجودشان ماده سفیدی بیرون میشه که اگر ای را دیدن باز حیضشان پاک شده. و بعضی زنهای ماده را نداره، اما شکل مایی است که سفید بیرون میشه. از بعضی ها بیرون نمیشه، باز اینا هر لحظه ای که خونشان قطع شد، اما لحظه دیگر پاک میشن. والحیض يسقط عن الحائض الصلاة ويحرم عليها الصوم. احکاماتی که بالای زنی حائض است، یعنی زنی که ماهواری سرش آمد، دیگر او نماز از سرش ساقط میشه و همچنان روزه. والحیض یسقط عن الحائض الصلاة، حیض ساقط میکند، دور میکند از زن حائض نماز را، یعنی نماز از سرش ساقط میشه، یعنی بالایش نماز فرض نیست. اگر نماز خواند گناهگار میشه، ثواب نمیگیره. و یحرم علیها الصوم، و حرام میکنه بالای میزن روزه را، روزه فرضی باشه یا نفلی، همه زیرا حرام میگردن. و همچنان نماز. و تقضی الصوم ولا تقضی الصلاة، و قضا میارد روزه را و اما قضا نمیارد، ولا تقضی الصلاة، قضا نمیارد نماز را. حکمت داری چی است؟ الله حکمت بهتر میدونه. زنکی نزدی عایشه رضی الله عنها آمده، پرسید که چرا زن روزه را قضا میارد اما نماز قضا نمیارد؟ عایشه رضی الله عنها بالایش غضب شد، خشمگین شد
گفت احروریتون انتی؟ تو ای سرزمینی حروریه هستی یا اینکه خارجی هستی؟ بالای احکامات الهی اعتراضی داری؟ آنچه را که الله بالای بندگانش مرد یا زن فرض گردانده یا امر کرده که انجام بدهید یا نهی کرده که اجتناب کنید، دیگر برای ما تعلل ضرورت نیست که حتمی علتی از او را پیدا کنیم، حکمتی از او را پیدا کنیم. الله و رسول اگر حکمت بیان کرده باشه بسیار زیاد خوب، و حکمت آمنا و سلمنا اعتراف میکنیم، بیان میکنیم. و اما حکمت اگر ذکر نشده باشه، بدون دانستن حکمتی از او به او ایمان میاریم، عمل میکنیم. و این وجیبه یک مسلمان است، بدون تعلل احکامات، اوامر و نواهی الله تعالی را بپذیرد. ولا تدخل المسجد، و داخل نمیشه زنی حائز، زنی که ماهواری بالاش آمده، المسجد مسجد را. ولا تطوف، و همچنان ولا تطوف بالبیت، و طواف نمیکند گرد خانه کعبه. بالبیت مراد اینجا خانه کعبه است، چون و غیر از خانه کعبه دیگر جا جایز نیست که طواف کند. ولا یأتیها زوجها، و همچنان نزدیک نمی شود با همی زن حائز شوهرش، شوهرش به او نزدیکت نمی کند. و مراد از نزدیکت اینجا جماع است، یعنی به او جماع نمی کند، الا خوابیدن و به او خوردن، مزاح کردن و بوسه گرفتن و مباشرتی بدون جماع، همه از اینها درست است. ولا یأتیها زوجها مراد جماع است که جماع با او نکند. ولا يجوز لحائض ولا جنب قراءة القرآن، و جایز نیست بری زن حائض و همچنان بری انسان جنوب، مرد باشد یا زن، قراءة القرآن، خواندن قرآن کریم. درباره داخل نشدن زن حائض و همچنان جنوب داخل مسجد، علما با هم اختلاف دارند. عده‌ای مطلقاً جایز نمیدانند که زن حائض و همچنان جنوب داخل مسجد شود، و عده‌ای جایز نمیدانند مگر در حالتی که عبور کند از مسجد یا حاجتی داشته باشه داخل مسجد، او را به زودترین فرصت گرفته و بیرون شود. این حالتها را استثناء قرار میدهند. و عده‌ای از اهل علم مطلقاً جایز میدانند که زن حائض میتواند داخل مسجد مکث کند، وقت تیر کند و داخل مسجد بوده باشد، و همچنان انسانی جنوب. هر یکی به خود استدلالهایی دارند و همچنان دلایل دارند، و آنچه که احادیثی درباره منع داخل شدن حائض و همچنان جنوب داخل مسجد آمده، این احادیث هیچ یکی خالی از ضعف نمی باشه. و البته احادیث صحیح دال به ایست که جنوب یا حائض داخل مسجد شوند کدام اشکالی نداره. از جمله حدیث در صحیح مسلم میآید، رسول الله صلی الله علیه وسلم عایشه رضی الله عنها را فرمود ناولین الخمرة من المسجد، اما چادری که داخل مسجد است امورا به ما بده. عایشه رضی الله عنها فرمود این حائض، ما در حالت حیض هستم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن این حیضتک لیست فی یدک. از این حدیث استدلال میکنن که حائض اگر داخل مسجد شود
کدام اشکالی ندارد. و همچنان رسول الله صلی الله علیه و سلم در حجة الوداع وقتی که ماهواری سر حضرت عایشه آمد فرمودند افعلی ما یفعل الحاج غیر الا تطوفی، یعنی تمامی کارهای حج انجام بدی بجز طواف کی طواف گرد خانه کعبه باید نکنی، چون طواف حیثیت نماز داره و بدون وضو و بدون پاکی طواف درست نیست. و از این حدیث این طور استدلال میکنن که رسول الله صلی الله علیه و سلم به جز طواف چیزی دیگر منع نکردن و نگفتن که داخل مسجد حرام نشو، فقط طواف به اطراف خانه کعبه را منع کردن. و همچنان زنی سیاپوستی در مسجد نبوی خدمتگزار بود و خیمه زده بود داخل مسجد، همونجا سکونت داشت و این زن بالایش حیض می آمد و رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار نکرد که تو اینجا نباید زندگی کنی و بالای تو حتمی حیض می آید. رسول الله صلی الله علیه وسلم ایرا منع نکردن. و درباره جنوب حدیث در صحیح بخاری و صحیح مسلم می آید. ابو هریره رضی الله عنه روزی جنوب بدن در کوچه‌ای با رسول الله صلی الله علیه وسلم سر خوردن و خود قبل از اینکه به رسول الله برساند یک طرف کرد، یعنی فرار کرد از رسول الله صلی الله علیه وسلم تا در حالت جنوبت با رسول الله ملاقات نکنه. رسول الله صلی الله علیه وسلم باز با ابو هریره روبرو شدن و علت را پرسیدن که چرا فرار کردی. گفتن یا رسول الله ما جنوب بودم، نخواستم که در حالت جنوبت با شما ملاقات کنم. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمودن ان المؤمن لا ینجس، مؤمن نجس نمیشه. و همچنان اهل صفه جوانانی بودن که داخل مسجد نبوی جای خاصی را به خود داشتن، داخل مسجد البته زندگی میکردن و اینا تعدادشان زیاد بود، جوان بودن، مردمای بزرگ هم بودن، حتمی بالایشان جنابت می آمد، داخل مسجد زندگی داشتن و رسول الله صلی الله علیه وسلم انکار نکرد که شما اینجا زندگی نکنید و اگر جنوب شدید داخل مسجد نباشید، یا خوابگاهشان را تغییر نداد. و همچنان در زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم مشرکین می آمدن داخل مسجد نبوی. رسول الله صلی الله علیه وسلم در حالی که مشرکین نجس بودن، انما المشرکون نجسون، یعنی با وجودی از او داخل مسجد اینها را استقبال میکردن. و حتی ثمامه قبل از اینکه اسلام بیاره داخل یکی از در داخل مسجد نبوی در یکی از ستونها مدت 3 روز همونجا حبسش کردن، بندیش کردن و در او حالت مشرک بود. پس وقتی که یک مشرک برش اجازه باشه با وجودی که حکم نجس بالای از او آمده، برای یک مسلمانی که رسول الله صلی الله علیه وسلم برش میگه ان المؤمن لا ینجس، برای ازی به طریق اولا جایز است که داخلی مسجد در حالتی جنابت شود. و اما حدیثی که رسول الله صلی الله علیه وسلم حکم کردن وجهوا هذه البیوت عن المسجد فإني لا أحل المسجد لحائض ولا جنوب، که در سنن ابو داود می آید. در سند ای حدیث شخصی به نام افلت ابن خلیفه شخصی مجهول است و اهل علم ای حدیث ضعیف می دانند که از این استدلال درست نیست. والله اعلم. و اما استدلال از آیت او عابری سبیل و ایرا عده از اهل علم احمد بن حنبل و غیره بالای مسافری که از راه عبور میکنه بالای از او اطلاق میکنه که اگر آب وجود نداشت باز تیمم میزنه، نماز خدا میخوانه و سیاق و سباق آیت دلالت به همان دارد.
یعنی نهی نیست که از مسجد یا موضوع نمازخوانی دور بوده باشد، بلکه این حکم برای شخصی است که مسافر است و در راه آب پیدا نمیکنه، باز تیمم میزنه، نماز میخواند. اما مسئله نخواندن حائض و همچنان جنوب خواندن قرآن، این مسئله میان اهل علم اختلاف است. اگرچه در مسئله جنوب دلیل واضح آمده، حدیث در مسند احمد، صحیح ابن خزیمه و همچنان کتابای دیگری می آید که رسول الله علی رضی الله عنه نقل میکنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته ثم يخرج فيقرأ القرآن ويأكل معنا اللحم ولم يكن يحجبه عن القرآن شيء ليس الجنابة، یا در بعضی روایات إلا الجنابة. یعنی رسول الله صلی الله علیه وسلم از خواندن قرآن هیچ چیزی مانع نمیشد به جز جنابت. این حدیث عده از اهل علم صحیح حکم میکنن، جمله امام ترمذی، بغوی، ابن خزیمه و غیر محدثین. و عده از اهل علم این حدیث ضعیف حکم میکنن. و حدیث در اگر ثابت هم شوه اطلاقش بالای جنوب است و جنوب حکمش فرق میکنه با حائزه، چون جنوب مدتی جنابتش کم است، یعنی در اختیارش است که در زودترین فرصت غسل کنه، خود پاک کنه. و اما حائز مدتش زیاد است و در اختیارش نیست که فوراً خود پاک کنه. و همچنان استدلال از حدیث دیگری که در ترمذی و دیگر کتابا میآید: لا يقرأ الجنوب ولا الحائض، یعنی جنوب و حائض قرآن نخوانند. و این حدیث ضعیف است، چون در سندش اسماعیل بن عیاش گفتری راوی است که امام بخاری رحمت الله علیه می فرماید که این احادیث منکره روایت می کند. احادیث منکره از اهل حجاز و اهل عراق روایت می کند. پس نخواندن قرآن برای جنوب دلیل واضح تر است و حدیث هم عده از اهل علم تصحیح میکنه. اما نخواندن زن حائض کدام دلیلی صحیح و درستی در این باره نیامده. و اما اگر قیاس به جنوب شود، قیاس مع الفارق است، چون مدت جنابت بسیار کم است، با زودترین فرصت انسان میتونه خود پاک کنه. اما مدت حیض و نفاس این مدت طولانی است. اگر زن حافظه بوده باشد این مدت قرآن نخوانه، قرآن خدا از دست میدهد. و والله اعلم، یعنی زنی که حائض بوده باشه دیگر مشکل برش نیست که قرآن بخوانه، و همچنان زنی که بالایش نفاس بیاید و این مدتی طولانی تر است. و اما اگر مس قرآن بدون حائل بوده باشه باز برشان جایز نیست، بنا بر روایتی که لا یمسه الا طاهر، یعنی قرآن دست نزنه مگر انسانی پاک با وضو با طهارت، یا بنا به تفسیری بعضی اهل علم که لا یمسه الا المطهرون. و اما اگر با حائل بوده باشه، غلافی از قرآن بوده باشه، دست بزنه زن حائض اشکال نداره و قرآن بخونه که قرآن از یادش نرود. ولا يجوز لمحدث مس المصحف إلا أن يأخذه بغلافه جائز نیست دست کردن مصحف الا ان یأخذه بغلافه، مگر اینکه قرآن به غلافش بگیره، یعنی بین قرآن و بین ازو حائلی بوده باشه، به پارچه بگیرد. وإذا انقطع دم الحيض لأقل من 10 أيام لم يجوز وطئها حتى تغتسل. اینجا مسئله دیگر را بیان میکنه، میگه زنی که
خونش قطع شد لأقل من 10 ایام، کمتر از 10 روز، یعنی کمتر از 10 روز خونی از این قطع شد، لم یجوز وطئها، جایز نیست میگه جماع کردن از زن حتی تغتسل، تا با وقتی که زن غسل نکنه. او یمضی علیها وقت صلاة کامل، یا اینکه بگذرد علیها بالای زن وقت صلاة کامل، وقتی یک نمازی کامل، یعنی یک وقتی کاملی از نماز سری ازی تیر شوه، باز اگر غسلم نکرده باشه جایز است که همراه ازی یک جا شوه. فإن انقطع دمها ل10 ایام جاز وطئها قبل الغسل، اگر منقطع شد خونی از زن ل10 ایام، یعنی بعد از کامل شدن یا پوره شدن 10 روز، جاز وطئها، جایز است جماع از زن قبل الغسل، پیش از غسل کردن. و این در صورتی که علمای حنفی مدتی بالاتری حیض 10 روز ذکر کردن، اما نزد علمای دیگری که مدت 15 روز ذکر میکنن، باز اگر خون قطع نشده باشه باز جایز نیست که با او یک جا شود. و اگر خون قطع شود هر وقتی درست است که با او یک جا شود، البته بعد از غسل و طهارت بوده باشه، چون طبیعت انسان هم نمیکشه و حقیقتا یعنی یک اذیت است برای زنها، باید اول خود پاک کنن و بعد از پاکی همسرش با شوهرش با او یک جا شود. والله اعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. أينما كنا أينما